الان دیگه طوری شده که تو منطقه هر کی تهدید میشه دل مقام عظما میلرزه. از بشار تا مالکی اون تاپ دلش مال مقام عظما. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که یارو رفت در یخچال باز کرد این ژله داره برای خودش همینطوری میلرزه، گفت نترس اومدم پنیر بخورم. 49 برنامه پنجم تکلیف کرده است که بانک ها ملزم به ایجاد سامانه های متمرکز بانکی هستند. ماده 50 برنامه 51 تبصره 52 هم عنوان کرده است که مگر تنبان نمایندگان مجلس جیب ندارد؟ چرا وزیر اقتصاد نسبت به تنبان نمایندگان مجلس اهتمام نداشته است؟ آقای حسینی به شخص بنده به آقای عبداللهی در کمیسیون اصل 90 اینجوری فرمود. این قسمتی که دارم میگم خودم نقل میکنم بعد صداشو میذارم گوش میدید. وقتی اینجا بگی به من مربوط نیست. ببین عبداللهی خاوری 3000 میلیارد و 2 دره کرد، بعدم درم خب خیالی نی یه 3000 میلیارد دیگه دارم شیرین مال یه خانم دکتر بوده باهاش میرفته مطب برمیگشته، مقام عظما هم سفارششو کرده، میزنین تو گوشش صفا سیتی سرندیپیتی، نامه امضای مقام عظما رو هم برات فرستادم. این نامه رو نشون دادن. عرض میکنم ای برادر، راندخاران مدتی است پول ملت را چپاول میکنند، هر کجا دروازه را خالی کنند توپ‌های مرده را گل میکنند. راحت و آسوده در آن سوی آب رفته و سرکیسه را شل میکنند. شما دارید موافقت میکنید یا ما مخالفت میکنید؟ گوش بدید آقای دکتر، به اونجا هم میرسیم. ظاهرا اکنون وزیر اقتصاد جرم ایشان را تحمل میکنند. بنده هم عرض میکنم ای برادر، سید علی جان سالهاست پول ملت را چپاول میکنند. پولهای بی زبان را سید علی خرج سیخ و بست توپل میکنند. با چار پیشگوشتی محمود چاخان پیچ ما را عاقبت شل میکنند. من اگر ماندم و اگر استعفا ندادم به خاطر این بود که این مفسده در دوره مسئولیت من اتفاق افتاد. تازه مگه بهتر از من گیرتون میاد؟ هر کی دیگه غیر از من وزیر اقتصاد بود 3000 میلیارد چیه؟ خودتون هم 2 دره کرده بود. من یه شانسم تو نظام جمهوری اسلامی. ببینید امروز این جلسه من به نظرم جلسه است که نشون میده جمهوری اسلامی ایران کشوری است آزاد. جمهوری اسلامی ایران نظامی است مردم سالار. چرا آزاده؟ چون یه نفر میتونه آزادانه 3000 میلیارد رو بریزه تو خندق بلا، نماینده ها هم آزادانه بهش رأی اعتماد بدن. چرا مردم سالاره؟ چون پول مردمه. عجب پول سالاری هم هست. من 26 سال پیش با یک ساک برزنتی از یک شهرستان کوچک به تهران آمدم. من یرزم اینه که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون 90 انسان‌های محترم کمیسیون اصل 90 کمیسیون اصل 90 بله؟ کمیسیون اصل ننت؟ بله. میفهمن؟ کمیسیون اصل ننت. خب این کمیسیون هست. اصل ددت هست. اصل عمت هست. خب تو این کمیسیون شما هم تشریف بیارید، ما هم میایم، ساک برزنتی ها هم میارید، ببینیم کمیسیون چی میگه. آی لاریجانی زودتر تا این تئاتر رو ببند، رأی اعتماد هم شما بدید که میخوایم بریم. آقا بله آشی کنم چی داشت بله جان 3000 میلیارد چی شد؟ آقا به خاطر مال دنیا خونتون از اینی که هست یه کثیف‌تر نکنید. مهم همون ساک برزنتی هاست. جان مفسده ها چی شد؟ ولش کن بابا، مهم اینه که من مسئولیت پذیرفتم. طیب الله از این رأی اعتماد، طیب الله تشکر میکنم. انشالله که خدا همه رو به راه راست هدایت کنه، اگه نشد راه راست رو به سمت ما کج کنه. البته من این جماعت لاشخورا رو که میبینم، حتی اگه فرشته های خدا هم روبرومون باشن و ما رو به راه راست هدایت کنن، باز ما اشتباه میریم، چون که سمت راست اونا میشه سمت چپ ما. بله. سوریه‌ای که این روزها غم از دست دادنش دل عظما رو بدجوری سوزونده.
و به این فکر میکنه که از فردا بدون سوریه به استودیوی 8 میریم و مرثیه‌ای میشنویم به نام دلواپسی عظما از غم سوریه. من عادتم شده تنها بدون تو، هر روز را برم تو این پیاده رو، دلواپس تو هم که ساده میشکنی کوه غمی، ولی حرفی نمیزنی، میترسم از پس دردات بر نیاد. من عادتم شده چیزی ازم نخوای. از قدیم گفتن هر وقت برات SMS خالی فرستادم یعنی به فکرتم، ولی حرفی واسه گفتن ندارم. در این قسمت از اخبار سبز امروز در خدمت یکی از چهره‌ها و همراهان سبز فام جنبش هستیم که ضمن معرفی خودشون تجاربشون رو در اختیار نسل جوان می‌گذارند. بنده حجت الاسلام و المسلمین کدوی یور هستم که تمام عمر در مسیر اعتراض و دموکراسی بودم. بنده از همون ابتدای پیروزی انقلاب خدمت امام ره بودم، ولی همیشه معترض دیگه. یعنی حتی وقتی دست امامو ماچ میکردم صدای ماچم از 100 تا شعار اعتراضی این خشونت طلبا بلندتر بود. در ادامه برای اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی در مجلس بودم. اونجا هم همیشه معترض بودم و تونستم بسیاری از حقوق پایمال شده مردم رو احیا کنم، از جمله حقوق خودم. یه دونه ویلا قباله‌شو گرفتم تو شمال، ماشین گرفتم، بعد چند تا سفر اروپایی که با عهد و عیال رفتیم، ولی همیشه معترض. در راستای آزاد کردن زندانیان سیاسی رفتم رئیس یکی از زندان‌ها شدم. در همون دوران بود که شاهد شکوفایی استعدادهای زندانیان بودیم. حالا یکی اینجا شکوفه در میآورد، یکی اینجا شکوفه سر صورت شکوفه بارون میشد، اصلا یکی شاخه از شکمش میزد بیرون. میخوام بگم به این شکل من معترض. الان هم در آمریکا هستم، همچنان این اعتراض ادامه داره. البته خب شکلش فرق کرده. الان یک گلس اعتراض میکنیم، بعد تورگی یک اماکن اعتراض، چون آزادی هست در آمریکا، یک اماکن اعتراضی هم هست که از صبح تا شب تا صبح اونجا اعتراض میکنیم. یه اونجا پرشور تو اعتراضی، چپ اعتراض، راست اعتراض، اینجا همش در حال اعتراضی. من بسیار معترضانه، من حالت اعتراضی دارم. با تشکر از حجت الاسلام کدوی یور، در انتهای این بخش خبری توجه شما را به بخش‌هایی از صحبت‌های تلیت پارسی رئیس سازمان آمونیاک جلب می‌کنیم. لوبیگری یک کانسپت خیلی مهمی هست در سیستم دموکراسی. اگر هم نوشته‌های آقای روسو رو بخونه، آدم می‌بینه که مشارکت در سیستم سیاسی در دموکراسی خیلی مهم. هیچ وقت واسه جمهوری اسلامی لوبی نکردیم و نخواهیم هم کرد. کاری که ما کردیم اینه که ما خیلی محکم ایستادیم ضد جنگ. به نظر اوضاع نیک و به نظر بیشتر اکثریت ایرانی‌ها که در امریکا هستن، جنگ یک حادثه خیلی بزرگی هست. واسه حقوق بشر ایران خیلی بد میشه، واسه جنبش دموکراسی خیلی بد میشه. ما مخالف تحریم‌های گسترده هستیم که فقط روی مردم ایران فشار گذاشته و این گروه‌هایی هستن که خیلی ارگانایز هستن، مخصوصا مجاهدین که آدم نکن. هزار وقت انقلاب شد رژیم چنج داشتیم در ایران، یه سیستم دیکتاتوری رو شکست دادیم، یه سیستم دیکتاتوری دیگه اومد سر کار. ما الان باید بریم دنبال دموکراتیزیشن که آدم واقعا بتونه از یه سیستم دموکراسی بره به یه سیستم دیکتاتوری بره به یه سیستم دموکراسی. من کلیتی از پارسی هستم، کارم لبی یعنی لوبیا، آش دیرزی یعنی دیرزی، یه خورده غرب، یه خورده جمهوری اسلامی میذاری گاز واسه دموکراتیزیشن میخوری چنج میشی، دم میکنی دیگه، نه حال وار، نه حال جنگ داری، نه حال تحریم. دیزی گود، اون کاراکترایزی که باعث میشه کانسپتمون یعنی دیزیمون خوب لوبیش، یعنی لوبیش یعنی لا بندازه لیست تروریستی PMOI. اگه اون نباشه آشه سپیستار و نیویورک و مقام عظما و سبز و مبز و همه تولید. بعدش هم که دیگه تر نظام جمهوری اسلامی میفته به تر، یعنی این داستانش اینجوریه که من خواستم بگم.
یعنی لبی سبز سبزم هسته دارم، من خیارم به امید روزهای بدون خشونت و لحظه های سرشار از سبزینگی و آرامش. بدرود. این حقوق من چی شد ها؟ $100 سبز من چی شد ها؟ سفیر کی میخواد پول ما رو حواله کنه ها؟ 4 ماه دارم اینجا فک میزنم.